این از کیسه مردم برآمده است. اگر مبلغ نداشته باشد تلفن نمیگیرد، پولی تلفن نمی‌زند. بدترین مسئله که من در این پیام ها میبینم و در این پیامم صدا داد همدیاران گرامی، این طمع دوختن به مال مردم، به کیسه مردم، یک گونه یعنی ناراحت بودن از آن که مردم پول دارن. میگه خب مادامی که زمین میخرید پس پول دارید، مادامی که 3 میلیارد سامانی در سال 2021 پول اینترنت و تلفن دادید پس پول هست. چرا این پول را دادید؟ مگر نمیشد که با این پول راغون ساخته شود؟ و از همه مهمش باز اشاره میکند که این شرکت های تلفنی و اینترنتی اکثریتشون خارجی هستند، یعنی شما پول رو به خارجی ها میدید. ناراحت است که این 3 میلیارد دلار چرا من یا شرکت های تابع من و خانواده نگرفته ایستاده است و مردم به کسی دیگر این پول رو میدید. یک پرزیدنت، حتی پرزیدنت هم نه، یک اقتصاددان، یک کارشناس عادی نباید این گونه مسئله گذاری کند. 3 میلیارد سامانی پول اینترنت خرج کردن مردم تاجیک، این کم است جناب پرزیدنت، این کم است. اون حالا اگر 30 میلیارد سامانی باشد بودجه تاجیکستان، اگر ما 3 میلیارد سامانی نه و 10 میلیارد سامانی برای اینترنت خرج میکردیم در تاجیکستان، بودجه تاجیکستان دیگر 30 میلیارد نمیشد، 60 70 80 میلیارد سامانی میشد. برای آنکه اینترنت و در اینترنت کار کردن امروز اقتصادیات است، امروز کار است، کارخانه هست، تجارت هست. وقتی یک تاجر از دوشنبه در چین، در ترکیه، در ایران، در آلمان بار سفارش میدهد، تجارت میکند، توسط اینترنت میکند. وقتی یک دانشگاه کنفرانس علمی میگذراند، توسط اینترنت میکند، باید پول اینترنت بدهد، اینترنتی با سرعت باشد. اما شما که درک این مسئله رو نداره، فقط همون 3 میلیارد سامانی رو فهمیده که مردم تاجیکستان 3 میلیارد سامانی خرج کردن و این پول در جیب من نه، در صورت حساب فرزندان من نه، در کدام شرکتی اینترنتی خارجی رفته است. مگر با همین تفکر اقتصادی، دولتداری و جامعه شناسی میشود حکومت رو یا جامعه رو به یک سطح بالاتر برد؟ یعنی من تعجب میکنم که وقتی که پرزیدنت یک کشور میآید میگوید که ما 3 میلیارد سامانی برای اینترنت خرج کردیم، چرا برای راغون خرج نکردیم؟ چرا فکر نمیکنیم که ما بیهوده میلیون ها سامانی، 10 میلیون سامانی رو سالانه برای پول راهی که فرزندان تو میگیرن خرج مردم خرج کرده ایستاده است؟ چرا سوال رو این خیلی نمیگذارید؟ که سوال رو این بگذارید که مثلا 70% دیگر حاضر داماد و دخترتون نرخ پول راه دوشنبه چناق رو بلند برداشتنیان و این بالای نرخ محصولات تاثیر میرساند. یعنی نرخ محصولات کشاورزی، بازارها، آرد، روغن 70% دیگر قیمت میشود. برای چی؟ برای اینکه تاجری که با این راه حرکت میکند باید پول فرزندان شما رو پرداخت کند، در اونجا که باید اصلا هیچ پول خرج نشود. ولی چرا سوال رو این شکل نمیگذارید، بلکه میگوید که مردم ما 3 میلیارد سامانی امسال پول اینترنت دادن. پول اینترنت دادن چیکار کند؟ مهاجر با پدر و مادرش، با زنش که در نتیجه سیاست‌های در ناخنک خردمندانه شما جناب پرزیدنت امروز 2 میلیون تاجیک مهاجر است، با از طریق تلفن گپ نزند، پول ندهد، چیکار کند؟ من این گونه مینت کردن بالای مردم را که شما پول دارید که خانه میخرید، شما پول دارید که ماشین میخرید، پول اینترنت میتید، یگان پرزیدنتی سالم در یگان گوشه دنیا این کار را نکرده است و نخواهد کرد. اما در تاجیکستان با کمال پررویی و هر سال با تکرار این مینت رو بالای مردم میکنند. یک کسی نیست جواب بدهد، حالا در تالار نیست، میترسن از وظیفه. خب در رسانه ها بگید، بعد مجبور میشود که اپوزیسیا بیاد بگوید و چشم مردم رو باز کنه که خب تا کی ما اجازت بدیم که یک نفر بیاد مردم رو هم از کار محروم کند، مهاجر کند، اینترنت رو نرخ رو بلند بردارد، سرعتش رو محدود کند، راه مردم رو پولکی کند، بعد باز بیاد با مینت صحبت کند که خب شما پول دارید که خانه میخرید، خانه میسازید، خب چیکار کنند؟ مردم زندگی نکنند؟ مردم گدایی کنند همیشه از شما؟
خب مردم کار کرده ایستاد است در روسیه با مهنت حلالش میآید با جای آنکه خودت به پول زمین رو به اون بدید که خانه بسازد زندگی کند، هم زمین رو میفروشی هم برای خانه ساختنش باز منت میکنی که پس شما پول داشتید. مادامی که شما پول دارید پس من باید نلاگ رو بلندتر بردارم. مادامی که شما پول دارید پس باید پول راه رو من بیشتر کنم. مادامی که شما خانه میسازید و با تلفن و با اینترنت گپ میزنید پس من باید که تموجن شما رو بیشتر بردارم. این طرز تفکر واقعا طرز تفکری است که ملت و دولت رو به بنبست میبرد و برد سلکه. اما یا این آدم باور دارد که حرفای عالمانه میزند یا واقعا هم گرفتار همون بیماری خودشیفتگی است که در علم روانشناسی این رو طبیبان نارسیسیسم میگن. یک انسان تا اون درجه شیفته خود میشود که حتی به یک دروغ خودم باور میکند و فکر میکند که یک دروغ‌های بسیار هم یا یک حرفای بسیار هم عالمانه و منطقی گفته است که تا او امروز در دنیا کسی نگفته بود. من واقعا تعجب میکنم و از همه عجیبش و از همه مصیبت بارش این است که باز برخی ها دیده و نادانسته یا با همون اینستینکتی که با وجود آوردن زنبیر رو بد کردن وکیلان و اون حاضران رو میخیزن با قرصک میزنن.